کتاب خودی که مرا کشت. نویسنده میثم موسوی نسیم آبادی. نشر آوای بوف. avayaboof.com بازیگر یا بازیچه تقدیر. نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل، چرخ از تو 1000 بار بیچاره تر است. خیام. جبر و اختیار یکی از مهمترین و در عین حال یکی از دشوارترین موضوعات مطرح شده در طول تاریخ بوده است. در این میان بسیاری مانند عموم شیعیان جبر و اختیار را در کنار یکدیگر و همراه با هم پذیرفتند و بر آن عقیده‌اند که نباید به نفی هیچ کدام از این دو مقوله پرداخت، چرا که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. برخی نیز معتقدند که انسان موجودی کاملا مختار است و جبر و اختیار تنها در برابر اعمال او معنی می‌دهد. لذا اگر فردی اشکال کند که انسان در کشوری که زاده می شود و یا در رنگ پوست خود هیچ اختیاری ندارد، در پاسخ به او می گوییم که چنین است، اما این امر سبب نقض اختیار از انسان نمی شود، چرا که ولادت در حیطه اعمال انسان نیست. پس اگر یک انسان معلول قهرمان دو نشود، مقصر خود اوست. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم. فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. حافظ. این که فردا این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای صنم. مولوی. و بعضی هم مانند خیام به تایید جبر و نبود اختیار حکم دادند. چنانکه صادق هدایت در نامه‌ای به دوست خود حسن شهید نورایی می نویسد: مکتب فاتالیسم یا تقدیرگرایی که اخیراً به آن سر سپرده‌اید از همه سیستم‌های دیگر عاقلانه تر به نظر می‌آید. اقلاً این تسلیت را به آدم می‌دهد که آنچه پیش بیاید از قدرت و دوندگی بشر خارج است. در کف خرس خر کونپاره‌ای، غیر تسلیم و رضا کوچاره‌ای. هدایت. سعدی که از او به عنوان فردی کاملا جبرگرا یاد شده است، با تعصیب قضا و قدر هر گونه تلاشی را فاقد اختیار می شمارد. جهد رزق ار کنی وگر نکنی، برساند خدای عزوجل. ور روی در دهان شیر و پلنگ، نخورندت مگر به روز اجل. سعدی. پیدا بود که بنده به کوشش کجا رسد، بالای هر سری قلمی رفته از قضا. کس را به خیر و طاعت خویش اعتماد نیست، آن بی بصر بود که کند تکیه بر عصا. تا روز اولت چه نوشته است بر جبین، زیرا که در ازل سعدایند و اشقیا. سعدی. حافظ نیز که در اغلب اوقات سخت قدری است، هر نوع اختیاری را از انسان سلب کرده و جبر را امری غیر قابل انکار می‌خواند. چگونه شاد شود اندرون غمگینم، به اختیار که از اختیار بیرون است. جام می خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب کوش و گو گناه من است. مولوی هم طی داستانی از زبان پیامبر اسلام ابن ملجم را قاتل علی ابن ابی طالب معرفی می کند و ابن ملجم با شنیدن این سخن به نزد علی رفته و از او می خواهد که وی را قبل از وقوع چنین عملی از صحنه روزگار محو کند، چرا که او علی را دوست دارد و با رضایت کامل خواهان مرگ زودتر و عدم وقوع چنین حادثه‌ای هست. اما علی ابن ابی طالب چنین اتفاقی را خواست خدا و جبری می شمارد که هیچ گونه فراری از آن نیست و در واقع قاتل او نیز آلتی در دست خداوند است. لذا ابن ملجم را بیگناه دانسته و به او می گوید که هیچ غمی نداشته باش که شفیع تو در آخرت خود من خواهم بود. آلت حقی تو فاعل دست حق، چون زنم بر آلت حق طعن و دق. یک سر مو از تو نتواند برید، چون قلم بر تو چنان خطی کشید. لیک بی غم شو شفیع تو منم،
خواجه روحم نه مملوک تنم. مولوی. عین القضات همدانی قائل به عذر شیطان و مقصر نبودن او در برابر نافرمانی از خداست و با طرح پرسشی هدفمند می نویسد: راه نمودن محمد مجاز میدان و گمراه کردن ابلیس همچنین مجاز میدان. یضل من یشاء و یهدی من یشاء حقیقت میدان. گیرم که خلق را اضلال ابلیس کند، ابلیس را بدین صفت که آفرید. مگر موسی از بحر این گفت: ان هی الا فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء. دریغا گناه خود همه از اوست، کسی را چه گناه باشد؟ همه رنج من از بلغاریان است که مادامم همی باید کشیدن. گناه بلغاریان را نیز هم نیست، بگویم گر تو بتوانی شنیدن. خدایا این بلا و فتنه از توست، ولیکن کس نمیارد خجیدن. عین القضات همدانی. ولتر در کتاب فرهنگ فلسفی میآورد: برخی مردم که از این حقیقت مسلم یعنی جبر بیم دارند، نیمی از آن را قبول می کنند. این دسته می گویند در جهان حوادثی هست که جبران اتفاق می افتد و حوادث دیگر اختیاری است. خیلی مضحک است. اگر در این امر به دقت نظر کنیم، خواهیم دید که مخالف بودن با سرنوشت ابلهانه است. اما سرنوشت بسیاری از مردم هم این است که در همه امور تعقل ناصواب کنند. سرنوشت دسته دیگر این که اصلا تعقل نکنند و سرنوشت دسته سوم این که تعقل کنندگان را بیازارند. هستند اشخاصی که به شما میگویند تسلیم حکمت جبر و تفویض مشوید وگرنه همه چیز را اجتناب ناپذیر و مسلم خواهید یافت. دیگر دست به هیچ کاری نخواهید زد، گرفتار رکود و لاقیدی خواهید شد، توانگری و افتخارات و نام و نشان را به چیزی نخواهید شمرد و دنبال هیچ کاری نخواهید رفت و خویشتن را نالایق و ناتوان خواهید پنداشت. آقایان اصلاً مترسید، ما همیشه در بند هوا و هوس‌ها و عقاید باطل خود گرفتار خواهیم ماند، زیرا سرنوشت ما این است که همواره پایبند آنها باشیم. همه می‌دانیم که کسب لیاقت و استعداد از اختیار ما خارج است، همچنان که داشتن زلف زیبا و دست دلفریب نیز در اختیار ما نیست. من به حکم اجبار میل دارم که این مطلب را بنویسم و تو هم میل داری که مرا در آنچه می‌نویسم بی حق معرفی کنی. ما هر دو سفیه و سبکمغز و بازیچه دست تقدیریم. ولتر. همچنین بحث است تا حشر بشر در میان جبری و اهل قدر. مولوی. محمد علی جمالزاده هم در داستان درویش مومیایی می نویسد: در این عالم هرچه می شود و هرچه پیش می آید، از سنگی که می افتد و آبی که جاری می شود و شکمی که گرسنه می شود و تمام اینها بر حسب قوانین ازلی است که شاید هیچ وقت تغییر نپذیرد. در این صورت مسلم است که اختیاری باقی نمی ماند و هر کس از اختیار حرف بزند یا مردم را مسخره کرده یا می خواهد خودش را گول بزند. اگر این را آزادی و اختیار می خوانید که لایق ریشتان. من شخصا همیشه زبان حالم این بوده و هست که در میان 7 دریا تخته بندم کرده ای، باز می گویی که دامن تر مکن، هوشیار باش. جمالزاده. و باروخ اسپینوزا نیز اعمال افراد را جبری خواند و مدتها پیش از فروید استدلال کرد که این احساس ما که خود را موجوداتی مختار می‌دانیم خیال و فریبی بیش نیست و از آنجا ناشی می شود که اکثر اوقات از علل واقعی کارهایمان آگاهی نداریم. چنان که میچیو کاکو از آن داشته است که انیشتین و نیوتن هم هر دو به مفهومی به نام جبر معتقد بودند و از نظر آن دو مفهوم اختیار به این معنی که ما سلطان سرنوشت خود هستیم خیالی باطل بود. انیشتین آشکارا موقعیت خود را به این صورت بیان کرده است: من جبرگرایی هستم که وادار شدم به گونه‌ای رفتار کنم که انگار اختیار وجود دارد. زیرا اگر می‌خواهم در جامعه‌ای متمدن زندگی کنم، باید رفتاری مسئولانه داشته باشم. می‌دانم که از نظر فلسفی یک قاتل مسئول جرایم خود نیست، اما ترجیح می‌دهم با او چای ننوشم.
فعالیت‌های من به وسیله نیروهای مختلفی که هیچ کنترلی بر روی آنها ندارم تعیین شده است. هر کس با روش خود این حقیقت را بیان می‌کند که انسان آزاد نیست. همه چیز از قبل تعیین شده است. انسان‌ها، سبزیجات یا گرد و غبار کیهانی همه تا زمانی نامعلوم با نوای نوازنده ناپیدا که از دور می‌خواند خواهند رقصید. نخودی گفت لوبیایی را کس چه من گردم این چنین تو دراز. گفت ما هر دو را بباید پخت، چاره‌ای نیست با زمانه بساز. رمز خلقت به ما نگفت کسی، این حقیقت مپرس ز اهل مجاز. کس بدین رزم گه ندارد راه، کس در این پرده نیست محرم راز. پروین اعتصامی. البته جدای از آنچه گذشت، نظر دیگری نیز در رابطه با جبر و اختیار مطرح شده است. در این رأی جبر و اختیار از دیدگاه وحدت وجود مورد بررسی قرار گرفته و انسان به سان موجودی خیالی پنداشته شده است که اساساً حقیقتی ندارد که بتوان جبر و اختیار را به او نسبت داد و یا چنین صفتی را از او سلب کرد. عبدالله جوادی آملی در کتاب فلسفه الهی از منظر امام رضا می‌آورد: تنها وجودی که برای انسان می‌توان لحاظ کرد یک وجود مجازی است، به گونه‌ای که اسناد وجود به انسان در حقیقت اسناد وجود به چیزی است که صاحب اصلی آن نیست. مثل نسبت دادن جریان آب به ناودان که گفته می‌شود ناودان جاری شد با آنکه جریان حقیقی از آب است. پس اگر درباره موجودی که هیچ بهره‌ای از حقیقت وجود ندارد گفته می شود، این موجود نه مجبور است و نه مختار. در حقیقت این مطلب سالبه به انتفاع موضوع است. زیرا حقیقتاً انسانی وجود ندارد که بخواهیم جبر یا تفویض را از وی سلب کنیم. منابع و مآخذ. عمر خیام 1372. رباعیات خیام به اهتمام محمد علی فروغی و قاسم غنی. تهران: عارف. عمر خیام 1372. رباعیات خیام به اهتمام محمد علی فروغی و قاسم غنی. تهران: عرف. شمس الدین حافظ 1381. دیوان حافظ به تصحیح محمد قدسی به کوشش حسن ذوالفقاری و ابوالفضل علی محمدی. تهران: چشمه. جلال الدین محمد مولوی 1390. مثنوی معنوی. تصحیح رینولد نیکلسون. تهران: هرمس. صادق هدایت 1342. ترانه‌های خیام. تهران: امیرکبیر. صادق هدایت 1379. 82 نامه به حسن شهید نورایی. پاریس: کتاب چشمانداز. علی دشتی 1356. قلمرو سعدی. تهران: امیرکبیر. مصلح الدین سعدی 1385. کلیات سعدی به تصحیح محمد علی فروغی. تهران: هرمس. محمد علی جمالزاده 1379. آشنایی با حافظ. تهران: سخن. علی دشتی 1380. نقشی از حافظ. تهران: اساطیر. عین القضات همدانی 1373. تمهیدات با مقدمه و تصحیح عفیف اسیران. تهران: منوچهری. ولتر 1337. منتخب فرهنگ فلسفی. ترجمه نصرالله فلسفی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. محمد علی جمالزاده 1379. تلخ و شیرین. تهران: سخن. براین مگی 1394. سرگذشت فلسفه. ترجمه حسن کامشاد. تهران: نی. میچیو کاکو 1389. جهانهای موازی. ترجمه علی هادیان و سارا ایزدیار. تهران: مازیار. پروین اعتصامی 1381. دیوان پروین اعتصامی به کوشش حسن احمدی گیوی. تهران: قطره. عبدالله جوادی آملی 1383.
فلسفه الهی از منظر امام رضا. ترجمه زینب کربلایی. قم، اسرا.